سلام عشقای داداش، فیتلس هستم و خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال فیتلس. بچه ها امروز قراره که خودم تو اولین ویدیوم بهتون معرفی کنم و بگم اصلا چرا یوتیوب رو شروع کردم و اینکه قصد من از ادامه دادن یوتیوب چیه. بچه ها اول اینکه بریم خودم رو بهتون معرفی کنم. بچه ها من امیر هستم، 18 سالم، از یکی از روستاهای استان فارس و اینکه امروز خیلی جدی محکم قراره که یوتیوب رو شروع کنم و تا تهش ادامه بدم. خب هدف من از یوتیوب چیه؟ هدف من اولین هدفم اینه که به 1K برسم و بتونم واچ تایم خوشگل و فعالش کنم، یعنی بتونم واچ تایم رو تکمیلش کنم و اینکه پولدار بشم. آره بچه ها درست فکر کردید. ولی خدا وکیلی کلا نخوام مثلا دروغ بگم، خودم کلا به یوتیوب خیلی علاقه دارم، به یوتیوب. ولی خب دیگه هدف هممون اینه دیگه. هدف هممون اینه که واچ تایم پر کنیم، به 1000 سابسکرایب برسیم. هدف اولم اینه. بچه‌ها قراره که توی 30 روز ببینم میتونم این کارو انجام بدم یا نه. اینو هم بدونید هفته 3 تا ویدیو میذارم و اینکه منظمم ویدیو میذارم، یعنی یه روز مثلا ویدیو بذارم یه روز نذارم، اینجوری نیست. هفته 3 تا ویدیو میذارم، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه. هفته 3 تا ویدیو میذارم. زمان آپلودش هم ساعت 10 شب دیگه بچه ها. زمان آپلود میذارم 10 شب. مرسی که حمایت میکنید، حمایت بکنید یعنی بچه ها لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و تو این را با من همراه باشید. عشق منید، دمتون گرم، مرسی.